شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. اسلام ما را به چنین پدیده چون عمل دست جمعانه تعلیم داده است. بیشتر از این ما میبینیم که چه خیلی ماه رمضان سبب سعی و تلاش ما به عملها می شود. این که ما آنها را دست جمعانه انجام میدهیم. تمام امت روزه می‌دارد. اکثریت برای افطار روزه‌داران اشتراک میکنند. در بعضی نقطه‌های افطاردهی تمام محله‌ها جلب کرده میشوند. همه‌اش دست جمعانه کرده میشود. دست جمعانه نماز شب خوانده میشود و ببین که چه خیلی این به مردم تاثیر میرساند. بعضی‌ها میگویند والله من نماز شب و یا ویتر را تنها در ماه رمضان خوانده میتوانم. نه از سبب آنی که قلب او سنگین است چنانکه که بعضی‌ها گمان میکنند. نه، از این خاطر نه، تنها محیط در این به او کمک میکند. محیط به انسان تأثیر میرساند. همه این نشان دهنده آن است که اعمال دست جمعانه تأثیر سخت میرساند و برای همین من به شما ای برادران میگویم ما باید از رمضان این فایده را بگیریم. صاحب خانه باید یگان عمل را با گروهی از اهل خانواده اش انجام دهد. فرزند باید در گروهی از برادران و والدانش باشد. زن باید در گروهی با شوهر و فرزندانش باشد. ما همه باید همچون یک گروه باشیم. محله باید همچون یک گروه باشد. جماعت مسجد باید همچون یک گروه باشد. ما نباید که مسئولیت را به یک کس حواله کنیم. تو گاه وقت میبینی که چه خیلی در مسجد همه عیبها علیه امام است و یا در عائله ها همه عیبها علیه مادر و یا پدر و یا پسر است. در خانه به ما ضرور است که همه یک دسته باشند. حتی امروز دسته های نمودهای گوناگون ورزش میخواهند از رقم ها خلاص شوند. چرا میپرسید شما؟ آنها کاری دست جمعانه را میخواهند تا نگویند که من گل زدم یا من یاری دادم یا من حمایه کردم یا من توپ را گرفتم. نه، ما باید یک دسته باشیم. غلبه عمومی و فایده عمومی. من به این چیز من برادرانم را دعوت میکنم. ما باید چنین زندگی کنیم. من فایده میبینم پس تو نیز فایده میبینی. یعنی به خود ربط ندادن موفقیت شخصی. همه ما یک گروه هستیم، یک دسته. ما برای همه امان موفقیت را خواهانیم. چنانه که در این باره پیامبر صلی الله علیه و سلم به مثال از کشتی گفتند که در آن آدمان هم در بالا و هم در پایان بودند. لیک در برابر این پیامبر گفتند که همه آنها در یک کشتی اند. اگر آنهایی که در پایان کشتی قرار دارند سوراخی در قعر آن کنند پس همه غرق می شوند. اما کسانی که در بالایند در صحن کشتی قرار دارند آنهایی را که در پایان هستند را باز ندارند پس همه غرق می شود. برای همین ما باید همچون یک گروه عمل کنیم و از الله طلب آن را دارم که به این برایمان کمک کند. و سلام و رحمت الله بر پیامبر ما.